خسته نباشید خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. خب اینجا یه تراکتور مس فرگوسن 285 داریم که اینجا یکم پمپگازیلش مشکل داره. مشکلش هم اینه که زمانی که شما گاز میدی، گاز رو ول میکنی، تراکتور خاموش میشه. خب توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که بدون 1 ریال هزینه، بدون اینکه خواسته باشی پمپا باز کنی، این مشکل رو رفع کنی. آقا اگه این مشکل رو یه نفر بیاد با صدر کنه، میگه پمپو باز میکنم میبرم پمپ سازی. الان بهت میخوام آموزش بدم که بدون 1000 تومن این مشکل رو رفع کنی. خب ویدیو بلندش رو میذارم، لطفا ویدیو رو لایک کنین. اگه تا حالا ما رو دنبال میکردین دنبال کنین. اگه دنبال ویدیوهای تعمیرات کم هزینه و بدون هزینه هستی، کانال ما رو ساب کن. یا حق. خب خاموش شد.